در سکوت سنگین شب، جایی میان تاریکی و تنهایی، ذهنم آرام نمیگیرد. افکارم سرریز میشوند بی آنکه نظم داشته باشند. در میان هجوم بیپایان واژه‌ها و خاطرات، ناگهان نام تو به ذهنم میآید. خدایا، نه از روی عادت، نه برای تکرار یک مناجات آموخته شده، بلکه از اعماق دردی خاموش با تو سخن میگویم. تو که بی نیاز از گفتگو و درک بشری هستی، تو که پیش از آن که زبان به سخن گشایم از آنچه درونم میگذرد آگاهی. اما من هنوز نیاز دارم تو را صدا بزنم، نه برای آن که تو بدانی، بلکه برای آن که خودم فراموش نکنم که هستی، که شنوا هستی، که هنوز میتوان به تو پناه آورد. زندگی آنگونه که وعده داده شد نبود. پیشبینی ها ناتمام ماند، رؤیاها به بنبست رسیدند و آنچه باقی مانده اغلب نوعی خستگی است. خستگی عمیق که از جسم عبور کرده و بر جان نشسته است. آدم‌ها با تمام نزدیکیشان گاه چنان دور می‌شوند که حضورشان نبودن را یادآور می‌شود. کلمات تهی شده اند و روزمرگی مثل باری بی انتها بر شانه‌ها فشار می‌آورد. در این هیاهو من مانده ام، با سؤالات بی پاسخ، با امیدهایی که گاه رنگ می‌بازند و با تردیدهایی که بی صدا می‌رویند. ای خالق شب و آرامش، ای شنونده نجوای بی کسان، آیا هنوز میتوان با تو سخن گفت؟ آیا هنوز میتوان به تو دل بست؟ من از تو نمیخواهم که مسیر را هموار کنی یا بارم را سبک سازی، نه به این دلیل که سزاوار رنجم، بلکه بدان جهت که میدانم هر آنچه تو بخواهی حکمتی ورای فهم من دارد. اما از تو خواستارم، خواستار حضور ملموسی که قلبم را به آرامش رساند، نه پاسخی لفظی، نه نشانه ای آسمانی، بلکه نوری درونی که مرا از تاریکی بی‌معنایی بیرون آورد. خدایا، من از میان روزها و شبهای بسیار عبور کرده ام، بی آنکه نشانی از اطمینان یابم، بی آنکه حس کنم این تلاش بیوقفه به جایی خواهد رسید. و با این حال هنوز نام تو را در دل نگه داشتم، نه از روی ایمان کامل، بلکه از روی نیاز، از روی بیم، از روی آخرین تکه امیدی که هنوز خاکستر نشده است. چه سخت است زمانی که حتی دعا نیز بی اثر می نماید. وقتی انسان کلمات را تکرار می کند اما یقین ندارد که شنیده می شود. در چنین لحظاتی حتی ایمان نیز به چالش کشیده می شود. اما من باور دارم که گاه شک کردن نه نشانه دوری، بلکه نشانه عمق جستجوست. خدایا، اگر به خاموشی من پاسخ نمی دهی، اگر دعاهایم بی جواب مانده اند، اگر راهی به چشم نمی آید، باز هم تو را انکار نمی کنم، چرا که تو تنها مأمنی هستی که حتی در نبود پاسخ نیز پناهی. امشب نمی خواهم از تو چیزی طلب کنم، نه سلامتی، نه رفاه،
نه موفقیت، بلکه فقط آرامش حضورت را می‌خواهم. آن حس غریبی که گاه بی مقدمه در دل می‌نشیند، بی آنکه چیزی گفته باشی، و تنها همین حس کافی است که بدانی تنها نیستی.